بعضی از آدم ها اگر حتی مریخ هم برن ولی این مغز و این قلب همراهشون باشه تغییر نمی کنن. دلیل هم داریم. ببینید چند دلیل ما برای اینکه حال بعضیا تغییر نمیکنه رو داریم. یکی این که بعضی از آدم ها دچار اصطلاحاً امید منفی یا مثبت اندیشی انفعالی هستن. یعنی چی؟ یعنی طرف پشت دیوار اگرها مونده، مدام میگه که اگر این پول بیاد دستم این کارو میکنم، اگر اینطور بشه این کارو میکنم، اگر فلانی از سفر بیاد اینو به من بده این کارو میکنم، اگر این ساختمون ساخته، اگر خدمت سربازی تموم بشه. یعنی این فرد دائما پشت دیوار اگرها مانده. هرچی بهش میگی که بابا بجنب، لابلای این اگرها یه کاری کن. این یه دلیلشه برای بعضی از آدم‌هایی که در حال پکری و دلمردگی و افسردگی ماندن. یک دلیل دیگر وانهادگی بعضی از آدم‌ها این است که میخوان خوشبخت‌تر باشن. ارسطو میگه انسان اگر بخواد خوشبخت باشه مشکلی نداره، میتونه با کمترین آرامش و قانع شدن به کمترین ها اون خوشبختی لازم رو به دست بیاره. ولی بدبختیش از نقطه‌ای شروع میشه که میخواد خوشبخت‌تر باشه، خوشبخت‌تر از همسایه، خوشبخت‌تر از برادرش، ثروتمندتر از دیگری، داراتر از اون. این ترک میاد وسط، این فرد حالش بده. اینکه حال بعضی از ماها تغییر نمیکنه به خاطر اینکه مبتلا شدیم به دوستانی که نقش قطار شهربازی رو دارن. سر ما رو گرم میکنن ولی ما رو به جایی نمیرسونن. یعنی خاصیتی برای تعالی و ارتقاء ما ندارن. اینا فقط در لحظه. خیلی برای من مهمه چه کسی قراره منو تا کجا ببره. ببینید اینها رو در بعضی از لحظات باید به گونه‌ای همراه داشت که ما بتونیم اونها رو از مدار خارج کنیم و یک اوربیتال ببریم بالاتر. یعنی اونا اگر که قرار باشه ما در اختیارشون باشیم که ما رو دور میدن، بنابراین ما بیایم اونا رو یک مسیر موفق تری هدایت کنیم.